بچه‌ها فعالیت آغاز می‌کنیم. از مرکز به همه اعضای تیم اعلان وضعیت. از یوسف به مرکز تا حال چیزی دیده نشده. از نصر به مرکز تا هنوز چیزی دیده نشده. از سعادت به مرکز وضعیت نرمال است. هر مشکلی پیش آمد ما را در جریان بگذارید. اطاعت. سپرهای آسمان به زودی. فیلم سپرهای آسمان توسط جوانان ولسوالی خواجه بهاءالدین ساخته شده. این فیلم در روز دوم عید اضحی در چمن شهرداری خواجه بهاءالدین به نمایش گذاشته می شود. علاقمندان فیلم و هنر می توانند در این نمایش با اخذ تیکت به مبلغ 50 افغانی شرکت کنند. برای معلومات بیشتر به شماره های ذیل به تماس شوید. 070 489 41 31 078 45 45 813. ثبت نام جریان دارد. آدرس چمن شهرداری ولسوالی خواجه بهاءالدین. ساعت 7 شام.